در پی گفته‌های ولادیمیر پوتین گویا با اشاره از بالا دیروز وزارت امور داخله و خدمات فدرالی امنیتی روسیه در شهر و ولایت مسکو 20 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. مقامات آنها را در رابطه با سازمانی در روسیه اکستریمیستی اعلان شده حزب التحریر گمانبر می‌دانند. بنا به معلومات پنج شده هفته گذشته خدمات فدرالی امنیت نسبت به چندی از افراد بازداشت شده مطابق ماده کودکس جنایی روسیه عاید به تشکیل فعالیت سازمانی که موافق قانونگذاری روسیه تروریستی اعتراف شده از پرونده جنایی باز نموده است. روز سه‌شنبه دادگاه سودی میشانسکی شهر مسکو 20 نفر را با گمان رابطه داشتن با سازمان حزب التحریر تا نیمه ماه دکبر به حبس گرفته است. بنا به اطلاع خبرگزاری ریا نووستی میان حبس شدگان تنها یک نفرشان شهروندی روسیه و باقی مانده شهروندان تاجیکستان می باشند که 6 نفرشان از جانب مقامات در صادر نمودن جنایت مطابق ماده رابطه داشتن با سازمان تروریستی و 14 تن به اشتراک در فعالیت آن گمانبر دانسته می شوند. شاید در بین این بازداشت شدگان پیروان این گروه باشند، ولی به هر حال به باوری من این باز یک بازداشت می باشد به مثل بازداشت های پیشین که با گذشت وقت قریب همه بازداشت شدگان آزاد کرده شده بودند. در حال واقعه آخر چیزی که ما می‌دونیم در روسیه و عراق و افغانستان استفاده از چنین بازداشت‌ها به فکر من این یک خودنمایش‌دهی به چشم مردم یک خواب‌پوشی است تا جهانیان و شهروندان روسیه اشتراک روسیه را در سوریه محکم نکنند. ترسم از آن که به مثل بازداشت مهاجران کاری به هر بهانه در روسیه و مثل بازداشت شهروندان در بعضی دولت‌های آسیای میانه به حکم عنعنه ندرآید، چون که ما شاهد زیادی چنین بازداشت‌ها و تهمت‌های زیاد شده بودیم. من فکر میکنم در خبرهای اخبار عامه روسیه یک شکل منفی نشان دادن مهاجران و تمام رسایی‌های روسیه را به گردن مهاجران بار کردن به گفت خود روس‌ها یک ماده شده است که عاقبت خوبی ندارد.